موتور ماشینمون دچار روغن سوزی بشه چیکار باید بکنیم؟ چه زمانی مراجعه کنیم تا از یک هزینه زیادی جلوگیری بکنیم؟ قطعا هر موتوری با هم فرق داره، شرایطش، توضیحاتش. امروز یه پژو پارس اومده اینجا، موتور تیو 5. این مشکل این ماشین بوده تو هر 4000 کیلومتر نزدیکی 2 لیتر روغن کم میکرد. بریم با هم ببینیم شرایطش چیه، توضیحاتشو بهتون بگم، با ما همراه باشید. تا زمانی که سرسیلند باز نشه نمیشه برآورد قیمت کرد که چقدر هزینه این ماشین میشه، چون که بین سالم بودن این 4 تا دهنه سیلند و خراب بودنش یه خرج خیلی زیادی هست. واسه راحت ترین روش هم واسه این که بتونیم تشخیص بدیم دهنه‌های سیلند سالم هست یا نه، یه دونه رینگ نو رو میکنیم داخل هر 4 تا دهنه‌های سیلند. با استفاده از پیستون خودش رینگ رو تا وسط میریم جلو. این دهنه رینگ باید 15 فیلر 15 صدم بره داخلش. حالا اگه 20 25 تا 35 هم بره هیچ مشکلی نداره. یکی از اشتباهاتی هم که دوستان میکنن، میان سنباده میزنن داخل این دهانهای پیستون. هیچ موقع این کارو نکنی. چرا؟ چون زمانی که این کارو میکنی کنیکای داخل از بین میره و اگه 10 تا رینگ هم عوض بکنه ازش فایده ای نداره. یا تا آقایان این ماشین از این وسط از بین رفته، به همین دلیل باید عوض بشه. زیر یاتاقان رو تمیز کنی، یه سنباده بزنی اصلا چرب نباشه و یاتاقان رو جایگذاری کنی. دلیل ما واسه گذاشتن این شیلنگا این است که خدای نکرده این سر پیچ نگیره میلنگ و باعث خسارت نشه. کارهایی که روی این سرسیلند انجام دادیم، هر 16 سوپاپ آببندی کردیم، لاستیک های ساق سوپاپ رو عوض کردیم، پولک هاوای برنجیش رو عوض کردیم و آماده واسه بستنه. هر 16 تا استکانیا رو خالی کردیم، سرویس کردیم، شستشو دادیم و فرستادیم پیش تراشکار
کف سرسیلند یک کف واسمون زده. هر گونه چسب زدن روی این واشر سرسیلندهای فلزی اشتباه بزرگیه و فقط باید هر دو طرفش خشک باشه و تو بعضی از شرایط الان مثل ماشینایی که بلوکه سیلند یا سرسیلندش خرابه، روی این قسمت یه چسب مخصوصی دست، یه مقدار خیلی کمی باید بزنین. در غیر این صورت خشک باشه و اصلا نباید چسب بخوره. پیچا رو شستیم، تمام رزوار رو جرم زدایی کردیم. حالا به دلیل اینکه این مدل پیچ سرسیلند واشر نمیخوره، حتما باید یه مقدار خیلی کمی گریس زیر اینجا بمالیم که موقع بستن ترک دقیقمون رو بهمون بده. تمام پیچا رو به صورت حلزونی میچسبونیم. پیشنهاد بهتون میدم هیچ موقع با بوکس بادی این کار انجام ندین، یا حالا اگه بوکسایی که تایمر داره میتونی دورش کم و زیاد کنی، با دور خیلی کم مشکلی نداره، ولی تا بتونی با دست انجام بدین که اگه پیچ مشکل داشته باشه زیر دستت متوجه بشی. پیچ‌های سرسیلند رو توی 3 مرحله صفر میکنیم. مرحله اول 70 تا نیوتن متر یا 7 کیلوگرم به صورت حلزونی. چند دقیقه صبر میکنیم تا مرحله بعدش. مرحله دوم 80 نیوتن متر یا 8 کیلوگرم. واسه مرحله سوم 85 نیوتن یا 8 کیلو و نیم. قانونا باید 90 تا بکشی، ولی خب حقیقت پیچ سرسیلندش یخت مافنگیه، حقیقت میبره، باید خیلی حساسه، باید دقت کنی. واسه گذاشتن میل سوپاپا رو سرسیلند با هم دیگه فرق دارن. میل سوپاپ هوا زایده‌ای که میبینی رو به جلوی میل سوپاپ اینجا زایده. میل سوپاپ دود زایده رو به عقب میل سوپاپ. اگه توجه کنی ببین میذارم نزدیکم مشخصه فاصله اینجا بیش از این وره، این میشه مال هوا، این ور فاصله جلویه بیشتر از عقبیه میشه، این میل سوپاپ دود. رو پولیای میل سوپاپ دود و هوا ما فرق داریم. رو سرسیلند تیگو 5 رو پولی یه حرفی نوشته ای انگلیسی نوشته، این میشه اگزوز که سمت جلوی موتوره، و پولی دیگه ما یه حرف آی انگلیسی داریم. این هوا میشه گفت سمت اتاقم میتونی باشی. حتما اینا رو اشتباه نذارید. موفق باشی.
واسه بستن این کپه ها اول تمام پیچا رو میچسبونیم و بعد یکی بالا سفتش میکنیم. به صورت حلزونی. الان همه کپ پیچا رو چسبونیم. چند دور از این اگه یه دونه پیچو به تنهایی صفر کنی 100% میشکنه. اون جنسش آلومینیومه. آلومینیوم طاقت یه دونه از یه طرف فشار رو نداره. یه سوال دیگه هم می‌پرسن پولی میلسوپاپ دود با علامت E و پولی میلسوپاپ هوا با علامت A میمونه. اینا رو نمیتونی اشتباه بندازی ماشین تایم نیست. واسه تایم میلسوپاپ اگه دقت کنین داخل اینجا رو سرسیلن یه سوراخی داریم. رو میلسوپاپ هم سوراخه. با یه پیچ 8 میکنین داخل. واسه میلسوپاپ هوا 2 تا سوراخ داره. یه سوراخ گلابی شکله، اینو نباید روش تایم بگیری. سوراخ پایینی دقیقاً اینم مثل همونه. پشتش یه دونه سوراخی داریم ما. این 2 تا سوراخ روبروی هم دیگه. یه پیچ 8 هم داخل یک سوراخ میکنه. واسه تایم میلنگ ابزار مخصوصش هست. میتونی هم با یه دونه الکترود دقیقاً پشت فیلتر روغن یه سوراخی هست که روبروش تو فرایویل هم یه دونه سوراخ داریم. این ابزار میره داخل جفت سوراخ‌ها میلنگ قفل میشه. واسه تیم کردن ساعتی تایم اهرام میدیم سمت اتاق. دوربین بیا جلو بچه. این شاخص باید وسط وایسه. همینجا رو سفتش میکنیم و میبندیمش.